سجاد تو نه پول داری، نه قیافه داری، نه خوش استیلی. در عوضش یه دل پاک دارم. نه عزیزم، دوستای خیلی خوشگلی داری. فرناز جونم. از دستم ناراحتی؟ آره. پام چی؟ نمیدونم محمد، نمیدونم چطور باید بگم ولی نشد که بشه، ما قسمت هم نبود. چه قشنگ. اصلا به حرف من گوش میکنی؟ چی قشنگه؟ شعری که اینجا نوشته. چی میگه مگه؟ تو عروس کسی اگر شوی، جای من در مراسمت خالی. تو به مراسمم بیا حتما، طعم حلوای مادرم خالی. عشقم جونم، راسته که دوستم داری؟ آره عزیزم، اگه راست نباشه که بهت نمیگم دوست دارم. حالا دیگه قربونم بری خانم وزیری. آها اون موقع که عاشق بودم منو ندیدی هی لباسای تنگ و کوتاه و باز خریدی نفهمیدی غیرتی بودم گذاشتی رفتی. من بلد بودم برات بجنگم اما تو ارزششو نداشتی. نکشیمون جمون. علی داداش بیا پیش ما بشین. محمد داداش چی شد منو صدا کردی؟ تو که با من حال نمی‌کردی. گفتم پیش خودم باشه خیالم راحته که پشتم حرف نمیزنی. عشقم من این مدلیم. عشقم من این مدلیت هم دوست دارم. عزیزم من این مدلیم. ریدم تو این مدلت. مهدی جونم، می‌دونی اگه یه سگ بخواد عروس بشه سر سفره حق چی میگه؟ چی میگه؟ میگه با اجازه پدر سگم، مادر سگم، دو تا برادر طوله سگم و کل خاندان تخم سگم. بله. آدم این اسلامیات اصلا افسردگی میگیره. همه پولدار، خوشگل، با کلاس. واتساپ خوبه. هر چی چپ و چوله افلیج اونجا جمع شدیم دور هم دیگه. به قرآن قدم حال میده. فرید جونم، از چیه من خوشت میاد؟ از اخلاق و شعوره، وگرنه بقیت با یه دستمال مرطوب پاک میشه. قاضی دید متهم رفیقشه، حکم نداد، استعفا داد. این همه سکه رفت بالا، دلار رفت بالا، بازار بالا پایین شد، اقتصاد به هم خورد، قیمت همه چی رفت بالا. خب بعضی هنوز 1000 تومن هم نمیارزن. بهترین خانم دنیا توی، دوست دارم. یه لیموناد گرفتم تو این هوای گرم واسه قناری خودم. بخورش کن. قربونت برم. شماره‌تو سیف کنم پشتی؟ چی میگه این فرید؟ خجالت بکش خانم محترم، چی فکر کردی من کنار خانومم؟ خدا روزی تو جای دیگه بده. برو شانس تو از برو. الو ببخشید دیر کردم، الان خودمو میرسونم. فکر کرده من تو رو میفروشم. من تو رو به چی میفروشم؟ دیگه نمیستم که منو خانومم. دیگه نیام. فکر کرده میفروشمه. نیایستم تو خانومم. نیام. من به اینو دوست دارم. سلامتی ننم، اونم فقط به خاطر اینکه همین الان تو صف نونوایی دیدم. اگه خیلی مردی و ادعای مردونگی داری برو از خون گرما تو صف وایسا. سلامتی گفتم استوری گذاشتم. علی من عاشق سربازم. چرا؟ چون نگهبانی جایی رو میدن که خودشون توش زندانی هن.
سلام، خوبی؟ به تو چه مگه دکتری؟ به تو چه من خوبم یا نه آخه؟ نه دامپزشکم. هر فرمایش اومده بودم ببینم اگه پاچه میگیری آمپور هاریتو بزنم و برم. رفیق جون رفیق، دشمنت دشمنمه، ناموست ناموسمه، عشقت حراممه. دختری که به خاطر یه مدل ماشین با یه پسر دوست میشه دقیقاً مثل روغن همون ماشین عوض میشه. آره. خانم یه بوس به هم میدی تا با گرمای لبت سیگارمو روشن کنم؟ بوس نمیدم تا کونت بسوزه با اون روشن کن.